اگه میخواین اطلاع حقایق رو نمیگن، یک عدد جامعه 270,000 میلیارد تومان موضوع خامگی چه دوستان و همراهان میز مذاکرات سیل و رانش زن حدود دوندگان ارجمند، واقعیت ها همراه ما باشید از رادیو رش. تا این لحظه حدود 7 میلیون مسافر وارد گیلان شده که این امر ترافیک سنگین در تمام جاده ها و راه های استان به وجود آورده. لحظه لحظه هاتون به دور از رنج و گرفتاری. میگم بریم یه سفر، حالمون عوض شه یکم. میگی بریم ولی قبلش بذار یه چیزی بگم. در سراسر اسپانیا 20,000 نفر از ساکنان بومی در اعتراض به ورود گردشگران به خیابان‌ها آمدند. 20,000 نفر به خیابان‌ها ریختند. مردم نسبت به آسیب‌هایی که گردشگران به محیط زیست وارد کردند معترضند. درگیری‌های شدیدی میان ساکنان بومی و گردشگران به وقوع پیوست. به گفته منابع رسمی در سال جاری حدود 18 میلیون نفر از مایورکا دیدن کردند که این امر مشکلات زیادی را برای محیط زیست و زندگی بومیان منطقه به وجود آورده است. مردم واقعا عصبانی هستند و میگن این همه گردشگر جز آسیب به سرزمین ما کار دیگه‌ای نمی‌کنن. پس بهتره که به خونه هاشون برگردن. معترضان با خود پلاکاردهایی حمل می‌کردند که روی آنها نوشته شده بود توریست گو هوم، توریست گو هوم، توریست گو هوم، توریست به خانه‌ات برگرد. chanting tourist go home. تعطیلات آخر تابستان 1403 باعث شده بود 7 میلیون مسافر به سمت گیلان سرازیر شدند. این بار هم گیلان دچار بحران و قحطی شده. ترافیک شدید و صف‌های طولانی پمپ بنزین و تعطیلی نانوایی‌ها به خاطر کمبود آرد نشان می‌دهد هیچ تدبیر و اندیشه‌ای برای ورود این حجم مسافر به استان طراحی نشده. از 8 صبح هیچ پمپ بنزینی تو منطقه شرق گیلان بنزین نداشته. الان از ساعت 12:15 اینجا توی صفم میگن ممکنه بنزین بیاد، ممکنم هست نیاد. اسکان مسافران در رشت سالهاست که اصلی ترین مشکل در اوج سفرهای گیلان است. زمین کوچکی که برای افراشتن چادر مسافران در نظر گرفته شده بود به سرعت پر شده و بسیاری از مردم به ناچار در کوچه ها و خیابان های اطراف پارک خوابیده بودند. خورشید که طلوع کرد گویی تمام ایران در سیاباغ یا همان بوستان ملت جمع شدند. می شود از هر کدام از اقوام انواع لهجه ها و لباس ها و چهره ها را دید و شنید. از جهاتی هم شبیه صبح رستاخیز شده که آدم ها از خواب برخاسته هر کدام به سمتی در شتابند با کوله باری که ره توشه خود داشتند. بزرگی از زنان و مردان پیر و جوان رشتی مانند هر روز مشغول ورزش و نرمش بودند. برخی مسافران هم به آنها پیوسته و دقایقی با وسایل ورزشی سرگرم بودند. بعضی هم نان داغ و پنیری خریده بودند و برای صرف صبحانه به سوی چادرها می‌رفتند. بقیه مسافران همچنان مشغول جابجایی وسایل استراحت و چادر و بالش و چمدان‌ها به سمت پارکینگ بودند.
جلوی تنها سرویس بهداشتی پارک جمعیت زیادی از زنان و مردان و مسافر صف ایستادند. داخل توالت هم شارژر موبایل ها پشت سر هم به برق وصل بود. چند متر طرفتر عده‌ای مشغول شستشوی ظرف و لباس و دست و صورت بود. لباس‌های خیس روی نرده‌های پارک آویزان بود. و حالا بوستان ملت رشت تبدیل شده است به بوستان 70 بود. در جهان امروز سفر آنتالیا و ارمنستان، تایلند و فرانسه و آلمان و سایر ملل پیشکش کسانی است که در زندگی هر مقصدی که اراده کنند به 100 آفر ویژه پیش رویشان تسلیم می شود.